فکر می‌کنید چرا غرب اینقدر از توافقات جدید ایران هراسان شده؟ در حالی که رسانه‌های لندنی از انزوای ایران میگن، روی زمین اتفاق دیگه‌ای در حال رخ دادنه. امروز قراره درباره شاهرگی حرف بزنیم که نه تنها تحریم‌ها رو دور میزنه، بلکه نقشه تجارت جهانی رو تغییر داده. دشمن تمام توانش رو گذاشت تا با بستن مرزهای بانکی و بنادر ایران رو به بنبست برسونه. اما چیزی که پیش بینی نمی‌کردن، چرخش استراتژیک به شرق و فعال شدن کریدور شمال جنوب بود. مسیری که روسیه و هند رو از قلب ایران به هم وصل میکنه و اروپا رو عملاً از بازی حذف کرده. همین حالا که این ویدیو رو میبینید، قطارهای ترانزیتی دارن مسیری رو طی میکنن که 30% ارزونتر و 40% سریعتر از کانال سوئزه. این یعنی ایران دیگه فقط یک صادرکننده نفت نیست. ایران حالا هاب انرژی و ترانزیت منطقه است. این همون تله‌ای بود که غرب خودش توش گرفتار شد. امنیت این مسیرها رو همون پهپادها و موشک‌هایی تأمین می‌کنن که در ویدیوی قبل دربارشون حرف زدیم. دنیا فهمیده که معامله با ایران یعنی معامله با قدرت اول منطقه است. حالا متوجه شدید چرا صدای جیغ رسانه‌های معان بلندتر شده؟ چون اونها دارن آخرین نفس‌های تحریم رو می‌بینن. دوران دیکتاتوری دلار تموم شده و بازیگر اصلی این صحنه ایرانه. اگه میخوای بدونی تو لایه‌های بعدی این توافقات چه خبره، همین الان کانال فرای خبر رو سابسکرایب کن. نظر خودت رو برام کامنت کن. به نظرت شاهرگ بعدی که ایران باز میکنه کجاست؟ یا علی؟